نصرت یا ارباب نمک، کسی که در کمتر از چند سال به ثروت بالای 40 میلیون پوند و 400 کارمند رسید. شهریور سال 62 یه پسری توی روستایی به نام ارزروم ترکیه در یک خانواده شلوغ و فقیر به دنیا اومد. چند سالی میگذره و نصرتی که درس خون هم نبوده وسط کلاس ششم از مدرسه میزنه بیرون و میره تو استانبول شاگرد قصاب میشه و سالهای سال اونجا کار میکنه تا اینکه 23 ساله میشه و 7000 لیره جمع میکنه و برای دیدن قصابیات و رستوران‌های اونجا مسافر آرژانتین میشه. بعد از چند ماه که برمیگرده دوباره تصمیم به سفر میگیره، اما این بار به نیویورک. تو این مدت تو 4 تا از رستوران‌های بزرگ و خفن اونجا مجانی کار میکنه. از آمریکا که برمیگرده تو استانبول رستوران خودش رو با کمک یه سرمایه‌گذار راه میندازه. اسم رستورانم که نصرت است. اما داستان از اینجا جذاب‌تر میشه که نصرت برای تبلیغات کار خودش از بهینه‌ترین روش تبلیغاتی یعنی تبلیغات چیریکی استفاده